تو اینجا چی کار میکنی؟ اگه ما میفهمه میکشه. آیدا جون با کی داری صحبت میکنی؟ با دوستم بودم. آیدا جون برو نمک بیار. آیدا آیدا هنوز خوابم میاد. بذار بخوام. آیدا پاشو دیگه، ظهر شد. هم باید تمرین کنی و بعدش هم نهار بخوری. آیدا من دیشب خواب دیدم که تو منو کشتی. من دوستم نمیکشم. من تشنمه آیدا. برو آب بخور. دیشب یه پشه اومده بود تو اتاقم تا صبح نذاشت بخوابم. بگو من دوستتم. واقعا تو با پشه هم دوستی؟ آره اون با من دوسته. واقعا باهاش هم حرف میزنی؟ آره بهش بگو آیدا. خب پس بهش بگو اگه یه بار دیگه بیاد تو اتاق من میکشمش. بهش بگو که اگه منو بکشه تو باش قهر میکنی و دیگه غذا نمیخوری. دلت گرفته؟ من برای شیرینی آوردم. ممنونم اما الان میل ندارم. دوست داری خونه منو بخوری؟ همیشه دوست داشتم اما هیچ وقت دلم نیومده تو رو اذیت کنم. بیا خونه منو بخور. یکم باید سرهاشی. تعارف نکن بخور. تو دوست منی.
ببخشید درد داشت. چه یه زله میخوره؟ چرا یه جوری شدم؟ دلم یه هوای تازه میخواد، دلم گرمای خورشید رو میخواد، دلم پرواز به سوی آسمون ها رو میخواد. میتونی پنجره رو برام باز کنی؟ میخوای من تنها بذاری؟ چاره ای نیست. من دیشب خواب دیدم که میمیرم و امروز باید تعبیر بشه. ترجیح میدم حماسی و شاعرانه در مسیر رسیدن به خورشید و لمس گرمای اون کشته بشم تا با یک پشه‌کش. خوابم تعبیر شد. من گفتم اینجا پشه داره.